اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزان و بینندگان گرامی. عزیزان گرامی، بعد از مدت ها در یک برنامه دیگر با برنامه های جدید در خدمت شما هستیم. برنامه رکن پنجم. عزیزان گرامی، همونطور که میفهمید در روند برنامه های ما از مهمانان عالی قدر و گران قدر دعوت به عمل می نماییم تا با ما چند کلامی در موضوعات مختلف حرفای زیاد بزنیم. و در این هفته با خود در استودیو جناب استاد عبدالصمد قاضزاده را دارم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد، به استودیوی خودتان خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی القرآن العظیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. صدق الله العظیم. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، خواهر و برادر. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما جناب لطیفی صاحب از دعوتتان در برنامه. در خدمت شما. استاد، خیلی خوش هستم که بعد از مدت ها فرصت رسید بر ما که میزبان شما باشم و چند دقیقه در موضوعات با شما هم کلام باشیم. استاد، تقدیر همین بود که رمضان برسه و رمضان به خوبی سپری شود و عید بیاید، عید رمضان، و چند بعد عید قربان می باشد. اما پیش از اینکه عید قربان برسیم بهش ماهای حج می باشد. استاد، همونطور که در عنوان برنامه ماست حج نماد وحدت، پیش از اینکه در این بپردازیم که چی چیزایی در حج نهفته است و ارتباط وحدت و همبستگی با حج چیست، میخوایم درباره از این حرف بزنیم که خود اتحاد و وحدت چیست و چی اهمیت داره. تشکر جناب لطیفی صاحب عزیز و گرامی. بدون شک هر مسئله و احکامی را که اسلام عزیز برای ما آورده خالی از حکمت و اهمیت نیست. بله. یعنی هم حکمت داره و هم اهمیت داره. و اهمیت وحدت امت اسلامی و اتحاد و همبستگیشان کمتر از اهمیت بسیار از عبادات دیگر نیست. مثلا مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، مثل حج، اخلاق، علم، دانش و غیر مسائلی که در اسلام از اهمیت بسیار بالای برخوردار هست. بله. الله سبحانه و تعالی در باب اتحاد و وحدت بندگانش آیات متعددی در قرآن برای ما بیان میکنه. بله. از جمله میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه شما باید یک جایی به رسمان خداوند چنگ بزنید. منظور از رسمان یعنی در محور قرآن جمع بشوید، در دور کلام الله سبحانه و تعالی. ولا تفرقوا، و متفرق نشوید. این حکم الله سبحانه و تعالی است. یعنی همان طوری که در باب نماز دستور داده نماز بخوانید، در باب زکات دستور داده زکات بدهید، در باب حج دستور داده حج ادا بکنید، در باب رمضان یا روزه ماه مبارک رمضان دستور داده که روزه بگیرید. عین قضیه الله سبحانه و تعالی امر کرد واعتصموا بحبل الله. اعتصام به حبل الله یا رسمان خداوند یعنی اتحاد و وحدت. بله. یعنی بدونی در نظر داشتی رنگ و نژاد و زبان و سمت و سو، همه ایتون باید در محور قرآن جمع بشوید.
و بعدش میگه ولا تفرق نشوید، پراکنده نشوید بله. به نام زبان و سمت و سوق و قوم و نژاد و جغرافیای مختلف، بلکه باید همه‌تان در محور قرآن جمع شوید. و آیت دیگر الله سبحانه و تعالی در کلام مقدس خیش برای ما دستور میده: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. ای انسان ها، ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم. یعنی مرجع آفرینش انسان ها را برایشان معرفی میکنه. بعد شما حکمتی قبایل و طایفه قرار دادن انسان ها رو بیان میکنه. بعد در اخیر میگه که هیچ کدامی از این قوم و طایفه و زبان نباید سبب بشه که شما که نسبت به دیگری برتری خواهی بکنید و متفرق شوید. این اکرمکم عند الله اتقاکم. بله. بهترین شما نزد رب العالمین کسی است که به اصطلاح با تقوا ترین باشه. یعنی نباید قومی انسان، زبان انسان، جغرافیا، هیچ کدامی از اینها سبب بشه تا ما از هم پراکنده و دور بشویم. و این آیه بسیار پیام سنگینی داره برای انسان ها. بله. یعنی معناش است که نباید شما که از دیگری برتری خواهی بکنید. تفرقه زمان ایجاد میشه که یک کس خود از کسی دیگری برتر بدانه، بهتر بدانه، قوم خود، زبان خود، سمت سوی خود، شخصیت خود نسبت به جانب مقابل برتر و بهتر بدانه. او زمان است که دیگه اینها متفرق میشه. تا زمانی که اگر ما همه با هم به یک دید عادلانه داشته باشیم، دید محبتانه داشته باشیم، به احترام و صمیمیت با هم برخورد بکنیم، از هم دیگر جدا نمیشه. بنابراین اهمیت اتحاد و وحدت مسلمان ها از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و فرض است برای امت اسلام. فرض است، لازم است. و شما میبینید هر آنچه که سبب میشود که امت اسلامی از هم دور بشه، متفرق بشه، بله. و سبب ایجاد کینه و کدورت میشه در بین امت اسلامی، اسلام رو حرام قرار داده. شما مثلا اگر دلیل واضح و آشکارای روشن بودن یا مثلا دلیل واضحی میخواهید که چرا غیبت حرام است، چرا تهمت حرام است، چرا مثلا نمامی حرام است، چرا سخنچینی حرام است، دلیلش همیست خاطری که انسانها را از هم جدا میسازه. اگر یک کسی بدانه که شما در پشت سر زور شخصیتش تخریب میکنید، غیبتش میکنید، و دوباره با شما همسو و هم نوا نمیباشه. اگر کسی بدانه که شما او را مورد تمسخر قرار میدید، مسخرهش میکنید، یا او را کمتر میبینید، یا در مورد عیبش تجسس میکنید، یا به اصطلاح برش القاب زشت میدید، بله. یا مثلا برش بهتان میزنید، درست. تمام اینها سبب میشه که ما را وحدت ما را خدشه‌دار بسازه و ما را از هم دور بسازه. به همون لحاظ از حکمت بارز حرام قرار گرفتن یا به اصطلاح از دیدگاه اسلام من حیث یک جرم اینها را معرفی کردن یا مثلا گناه بزرگ جلوه دادن، به همین خاطر است که تمام اینها سبب میشه که مسلمان‌ها از هم دیگر دور بشن، متفرق بشن، پاشیده بشن، به اصطلاح وحدتشان خدشه‌دار بسازه. بله. به اون لحاظ اسلام عزیزم آمده گفته که به اصطلاح آنچه که سبب ضعف وحدت امت اسلامی و یا از بین رفتن امت اسلامی یا سبب تفرق بین مسلمان ها میشه، حرام است تحت عنوان هر چیزی که باشه. حالا شما نامش غیبت میگذارید، نامش تجسس میگذارید، نامش بدگمانی میگذارید، نامش به اصطلاح القاب زشت میگذارید، نامش مسخره کردن میگذارید، بله. نامش برتری خواهی میگذارید، نامش سخنچینی میگذارید، هر آنچه که سبب میشه که شما را از هم جدا بسازه، شما میدید که اسلام را حرام قرار داده. یا مثال دیگر رو براتون بدم. درست. چرا اسلام میگه وعده خلافی مثلا کار نادرست است؟ چرا اسلام میگه مثلا ظلم کردن نادرست است؟ چرا بی‌عدالتی نادرست است؟ چون تمام اینها سبب میشه که انسان‌ها از هم متنفر بشه. اما مهر و محبت و صفا و صمیمیت انسان‌ها از بین بره. بله. دیگه در کنار هم قرار نگیرن. دیگه به اصطلاح اون اخوت اصلی اینها صدمه ببیند. به اون اسلام اینها رو حرام قرار داد. این اوج جایگاه و اهمیت اتحاد و وحدت مسلمان ها را نشان میده. درست. و آیت دیگر است در قرآن که بعضی از علما یا بعضی از مفسران از استدلال میکنند که الله سبحانه و تعالی اتحاد و وحدت مسلمان ها در ردیف نماز و روزه قرار داده، در ردیف نماز و زکات قرار داده. در جایی میگوید شما نماز بخوانید، زکات بدهید، بعد میگه اعتصام به الله داشته باشید، به الله چنگ بزنید. بله. یعنی به فرمان الله و دستور الله شما متصل شوید. یکی از جمله دستورات مهم الله چیست؟ حفظ اتحاد و وحدت مسلمان هست. بله. بنابراین استاد عزیز و گرامی، قضیه بسیار مهم است. به همه ما در برابر قضیه مسئول است. بله. و هر آنچه که سبب می شود که وحدت ما را خدشه‌دار بسازد، ما را نسبت به هم دیگر در برابر یک دیگر قرار بده، هر نوعی از اعمال که باشد، از نظر اسلامی منفور است، مردود است،
و نباید مسلمان چنین عکس العملی انجام بدهد که سبب ایجاد کینه و بغض و عداوت و دشمنی و از بین رفتن اتحاد و وحدتش شد. درست. استاد بیم دوباره پس سر موضوع حج نماد وحدت. استاد ارتباط حج با وحدت و همبستگی چی است؟ وقتی که ما درباره حج حرف نزنیم میفهمیم که کتاب بزرگی از انسان ها در یک جا جمع میشن. این با اتحاد و همبستگی و یا چی ارتباط درست؟ بسیار عالی. همه عبادات با وحدت ارتباط داره، نه تنها قضیه حج. بله. بلکه حج نماد بزرگ از اتحاد و وحدت مسلمان است. ببینید در اسلام عزیز دایره وحدت و اتحاد از بسیار دایره کوچک شروع میشه تحت عنوان تشکیل خانواده. بعد مرحله به مرحله ای به اصطلاح بزرگ شده روان تا ای که به اصطلاح به نماد بزرگ وحدت امت اسلامی که قضیه حج است و اینجا میرسه. درست. وقتی اسلام مثلا دستور داده در باب نظام خانواده، تشکیل خانواده، ازدواج، تولد، تناسل، اولاد، شما مثلا وحدتتان از یک خانواده شروع میشه، در یک فامیلی که پدر و مادر و همسر و فرزندان با هم زندگی میکنن. بله. یک نماد کوچک از وحدت خانواده است. بعد یک مرحله بزرگتر از این قرار میگیره تحت عنوان مثلا نمازهای جماعت در مسجد. درست. مسلمان ها مأمور و مسئول هستند که به اصطلاح اهل مقریه شبانه روز 5 مرتبه هم به خاطر ادای عبادت و انجام نمازشان در مسجد حاضر بشن و هم به خاطر ظاهر شدن نماد وحدتشان. بله. یعنی خود جماعت یک پیام بزرگش پیام وحدت است. بله. یعنی شما مثلا در یک اطراف یک مسجد نگاه بکنید، مثلا اقوام مختلف، زبانهای مختلف، مردم مختلف، بله. تاجر، قوی، ضعیف، مثلا زیبا، زشت، همه با هم زندگی میکنن. درست. اما وقتی در مسجد میروند همه در یک صف قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن، شانه به شانه هم دیگر قرار میگیرن، بدون اینکه که جای مشخص باشه این جای حاجی فلان است، این جای فلان است. درست. این مرحله دوم است که این نماد وحدت کمک بزرگتر شده میره تحت عنوان نمازهای جماعت در مسجد. بله. و بعدش مرحله سوم بزرگتر از این میشه، مثل نماز جمعه است. از سطح قریه بالاتر به سطح یک ناحیه مردم جمع میشن به اصطلاح در یک مسجد جامع با هم نماز جمعه شان ادا میکنن. یعنی خود جماعت یعنی جمع، یعنی وحدت. بله. جمعه چرا میگن جمعه؟ چون مردم از به اصطلاح اماکن مختلف جمع میشوند در اینجا و بسیار از خوبی ها در این روز جمع شده به مخاطر برای جمعه. بنان این یک دایره بزرگتری از وحدت مسلمان ها را نشان میده. بازم بی اکتفا نکرده اسلام، باز بعد از این بزرگتر میشه این دایره تحت عنوان نماز عید است. شما مثلا در سال 2 مرتبه مردم مسلمان ها در اماکن مختلف جمع میشن و یک سطح بسیار بزرگ. یعنی مرحله به مرحله این دایره بزرگ شده میره. از تشکیل خانواده شروع میشه، بعد از نمازهای 5 وقت در مسجد جماعت شروع میشه، بعد میای به نماز جمعه، بعد میای مثلا در نماز عید که از نواحی بسیار مختلف از حوزه‌های مختلف مردم در نماز عید جمع میشن و جماعت و وحدتشون بزرگتر شده. بله. و بعد از اینکه میگذاریم مسئله حج میرسه، میگیم حج نماد وحدت است. چه رابطه بین حج به اتحاد و وحدت مسلمان ها وجود داره؟ است که از سطح بین المللی، از کل کره زمین، دنیای اسلام و کشورهای اسلامی مسلمان ها جمع میشن در مکانی به نام مکه مکرمه و در اونجا عبادتشان انجام میدن. و یک رابطه بسیار عمیق بین حج و عبادت است که یعنی حج خودش سبب شده که مسلمان ها از کشورهای مختلف، زبانهای مختلف، چهرههای مختلف، فرهنگهای مختلف، عرف و عنعنات مختلف همه جمع میشن به اصطلاح در یک مکان و بدونی که کسی به کسی توهینی بکنه، کسی را آزار و اذیت بکنه، کسی به حق و حقوق کسی تعرض بکنه یا نادیده بگیره، همه با هم جمع میشن مراسم حجشان انجام میدن. بله. این رابطه حج با قضیه اتحاد و وحدت است. استاد از حرفایتان یک چیز خوب متوجه شدم که در هر دایره که بود عبادت باعث از این میشد که همه مردم جمع بشه. بله. و نه تنها استاد عزیز مسئله نماز، بلکه ما گفتیم کل عبادات به این ربط داره. مثلا قضیه رمضان شما فکر کنید. بله. یعنی خود ماه مبارک رمضان، روزه رمضان کل مسلمان ها در یک صف قرار میده. یعنی همه روزه میگیرن، همه احترام دارن، همه به یک مسیر روان هستند. درست. قضیه نمازهای جماعت رو ببینید. مثلا وقتی بحث پرداخت زکات، کل تجار ما همه در یک فصل سال و در یک وقت و به اصطلاح الا تعداد محدودی، اکثریت مسلمان ها رسم و عادتشان برای است که در ماه مبارک رمضان زکات مالشان میدن. بله. برای فقرا میپردازن. اگر حج است، اگر نماز است، اگر روزه است، کل اینا سبب میشه. حتی در باب خود کلمه توحید چرا میگیم؟ چرا میگیم کلمه توحید؟
یعنی یگانه کلمه ای که همه در محور خود جمع کرد. واقعا هر کسی که در هر گوشه از این جغرافیا باشه، زمانی که اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله میخونه، او برادرم است، بله او خواهرم است، او در صف است، او در کنار ما است و ما در برابر او مسئولیت داریم و نباید بی تفاوت و بی احساس باشیم در برابر. نباید بگوییم به ما چی، او سیاه است، او سفید است، او شرقی است، او غربی است. نه، بلکه برای مسلمان گفتن می کلمه جرم است که اگر بگه او مربوط به من میشه شرق دنیا از غرب، بلکه عزیز ماست، برادر ماست و احترامش برای ما لازم است. استاد میخوایم درباره از حرف بزنیم که فایده اتحاد اینال چی است و نتیجهش چی به بار میاره اتحاد و همبستگی. ببینید جناب لطیف صاحب عزیز و گرامی، از بزرگترین مفاد اتحاد و وحدت یکیش قوت است. بله در هر جایی که وحدت باشه، اتحاد و همبستگی باشه، در اینجا قوت است. و امروز شما دنیا رو میبینید که در حال تقسیم شدن به دو بخش است. این به خاطر چی است؟ میخوان نیمی در یک قسمت قرار بگیرن، نیمی در یک قسمت دیگر. به خاطر قوت است. و کشورهایی که با هم متحد هستند از قوت بالاتری برخوردارند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه جماهیر شوروی سابق، اتحادیه مثلا امارات متحده عربی. شما این رو به چشم سر میبینید. هر کشوری که بحث اتحاد و وحدت در اون مطرح میشه، چند کشوری در کنار هم دیگر قرار میگیرن، قوی ترن نسبت به کشورهایی که متفرق هستند. بنابراین یکی از جمله مفاد بزرگ وحدت قوت است. و جالب است که قرآن برای ما بسیار زیبا ترسیم میکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره قصص از پالیسی فرعون بیان میکنه. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. میگه طرح و پالیسی فرعونی بود که اول انسانها را با کاتگوری‌های مختلف تقسیمشان میکرد، یعنی اتحاد و وحدتشان از هم میپاشد. بله و بعد اینا رو تقسیم میکرد گروه گروه. و جعل اهلها شیعا، گروه گروه اینا رو تقسیمش میکرد. بله وقتی که اینا را متفرق میساخت، باز نام و زبان و سمت و سو تقسیمشان میکرد. و بعد یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم، فرزندانشان پیش چشمشان ذبح میکرد و دخترانشان هم زنده نگاه میکرد و هیچ کس هم طاقت و توان مبارزه را در برابر او نداشت. چرا؟ چون همه متفرق بودن. بله یعنی این آیت قرآن چندین پیام داره به ما. یکیش است که اگر تا زمانی که شما متحد و متفق باشید، هیچ ابرقدرتی اگر فرعون هم باشه نمیتونه در برابر شما ایستاده. بله این یک. دو، زمانی که شما متفرق شدید، چشمتان باز است به پیش رویتان، میبینی هر جنایتی را انجام میدید. و شما میبینید امروز ما در دنیا دیدیم بله مثلا در سوریه چه کردن، در عراق چه کردن، در افغانستان چه کردن. چرا این کار اتفاق افتاد؟ جنایتی نبود که برای مسلمان ها انجام ندن. به خاطر که ضعیف بودیم، ما متفرق بودیم. مثلا در سوریه بحث شیعه و سنی مطرح شد، شیعه گفت به ما چی، سنی گفت به ما چی. در عراق بحث شیعه و سنی مطرح بود، ای گفت به ما چی، او گفت به ما چی. از او کشته میشه، از او کشته میشه. در افغانستان ما امروز مثلا بحث تاجیک و پشتون و هزاره و ازبک مطرح است، مسائل سمتی و زبانی و قومی. ما را به گروه تقسیمش کردن و بعد هر چه خواستن در حق هر گروهی هم ظلم کردن. بنابراین خیلی قضیه دقیق است. قرآن چقدر زیبایی را ترسیم کرده. میگه این پالیسی و طرح فرعون بود. یعنی فرعون به این نتیجه رسیده بود که اگر این مردم متحد باشن، همدست باشن، همه با هم یکی باشن، من نمیتونم در برابر اینا کاری انجام بدم. به همون لحاظ گرفت اول اینا رو تقسیم بندی کرد، اینا رو گروه کرد و جعل اهلها شیعا. چرا اینا رو گروه کرد؟ خود قرآن یستضعف طائفه منهم، ضعیف فشان یکی در برابر یکی دیگه، گروهی در برابر گروه دیگه. و بعدش هر چی دلش خواست انجام داد. و قرآن در آیات دیگری از ظلم فرعون پرده برمی‌داره. میگه لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم فی جذوع النخل. و بعد میگرفت دستشان قطع میکرد، پایشان قطع میکرد، فرزندایشان ذبح میکرد و بعد اینا رو به درختای خرما آویزان میکرد. هر چی میخواست در حقشان انجام میداد. والله که همون ظلم فرعونی رو شما به چشم سر امروز در دنیای اسلام میبینیم و مشاهده کردیم. و عین قضیه همون طرح فرعونی هم پیاده شد. همون طرح بود. یعنی دشمن تا زمانی که ما افغان‌ها متحد و متفق بودیم، هیچ کسی طاقت و توانایی مبارزه در برابر ما نداشت. بله ولکن از طریق وارد شد، ما را به نام زبان و قوم و سمت و سو تقسیم بندی کردن و تا جای کار کردن که امروز شما میبینید که مردم در تسخیر مریخن، ولکن در وطن ما هنوز بحث تریزی است که اولا نمیفهمی تابلوگک به فارسی نوشته باشه یا به پشتو نوشته شه. بله در تذکره نام مادر نوشته باشه یا نام پدر نوشته. ملیت نمیفهم افغان باشه یا کدام چیزی دیگری نوشته بشه.
یک نفر نیست که برای این ملت بگه که او مردم اینمی کار برای شما نان میده، برای شما آب میده، برای شما امنیت شما رو زیاد میکنه، تقوا و پرهیزگاری شما رو زیاد میکنه، ایمانتان افزایش میده. چی فایده میکنه از این قوم پرستی و نشنالیستی؟ دقیق است. هزارها جوان ما را با هزارها ارمانشان به زمین به گور فرستادیم. میلیون ها هموطن ما امروز مهاجر در کشورهای مختلف در به در و خاک به سر با انواع و اقسام ظلم و توهین و تحقیر روبرو است. میلیون ها معلول و معیوب در وطن ما افتاده است. شما در افغانستان در هیچ جاده، خیابانی، کوچه‌ای نیست که در اونجا بروید رد بشید مگر که در اونجا یک کوری، یک معلول، یک فلج، یک یتیمی رو میبینید که افتاده است. دقیق. چرا؟ ما را متفرق ساختند، به جان همدیگر انداختند، بعد هر چی دلشان خواست کردن. یک عده مزدور خائن که در داخل خود وطن بودن، به فکر جیبشان بودن، به فکر زندگی خودشان بودن، به فکر عیش عشرت خودشان بودن. بله. بنان امیدوار هستم که هر عزیزی که این برنامه را میبینه، این پیام را بشنوه و بعد هوشیار بشه. و این قول من نیست، والله که یک ساعت هم اگر روی این آیت سوره قصص ما صحبت بکنیم کم است. و این خودش یک بزرگترین پلان و به اصطلاح پالیسی است که دشمن را تطبیق میکنه. بله. إن فرعون في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعونی که مردم رو به گروه تقسیم بندی کرد به خاطر اینکه اینها یکی در برابر دیگری ضعیف بشوند و بعد از اینکه اینها رو به اصطلاح متفرق ساخت چیکار کرد؟ يذبح أبناءهم يستحيي. درست. بنان استاد عزیز اولین فایده وحدت قوته. و پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمان ید الله مع الجماعه، دست نصرت خداوند، رحمت خداوند، قدرت خداوند بالای جماعتی است که ما در کنار هم دیگر قرار میگیرن و اتحاد و وحدتشان حفظ میکنن. و خود رسول صلی الله علیه و سلم میره عملا در مکه و مدینه نشان داد. درست. شما میبینید که مثلا در مدینه منوره پیامبر صلی الله علیه و سلم سلمان از فارس، سهیل از روم، بلال از حبشه، ابوبکر و عمر از مکه، هر کدام اینها از یک مناطق، تمام اینها یکیش سفید، یکیش سیاه، یکیش تاجر، یکیش فقیر، بله. همه را در کنار هم دیگر قرار داده، در یک سفره واحد نشانده و هیچ کس هم بر کسی دیگری به حس برتری خواهی نداره. برای یک هدف تلاش میکنن مبارزه. به همون هدف است که امروز شما بعد از 1400 سال در دنیا 2 میلیارد از این مکتب پیروی میکنه و این مکتب قبول داره. خود تلاش عملی رسول صلی الله علیه و یگانه چیزی که پیغمبر ازش متنفر بود بحث تفرقه و به اصطلاح پراکندگی و کسایی که نمی قضایا را دامن میزدن. بله. ما به عنوان یک مثال براتون بیان بکنم. شما تصور بکنید کوچکترین یک قضیه در بین ابوذر غفاری و بلال رضی الله تعالی عنه رخ میده. یعنی ابوذر برای بلال میگه بچه زن سیاه‌پوست. یعنی یک جمله قصه جالب به اساس. فکر کنیم شما مثلا برای میگه که تو بچه زن سیاه‌پوست هستی با یک کلمه که روزانه ما میلیون ها بار کلمه را در کشورهای مختلف استفاده میکنیم برای یکدیگر. ولکن بلال نزد رسول صلی الله علیه و سلم شکایت میکنه که یا رسول الله برای ما ابوذر نمی حرف گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست میکنه، میگه هنوز من زنده هستم، شما این اعمال جاهلیت را انجام میدید. شما تصور کنید او پشتونی که امروز بر علیه تاجیک مبارزه داره، تاجیکی که بر علیه پشتون مبارزه داره، ازبک و هزاره‌ای که بر علیه شیعه مبارزه داره و شیعه‌ای که بر علیه دیگه قومی مبارزه داره و هر کدام به خاطر قومش، به خاطر زبانش شب و روز و پی تخریب یکدیگر هستیم. چی تصور میکنید اگر رسول صلی الله علیه و سلم امروز میبود و این وضعیت ما رو میدید، نه تنها که ما را به اصطلاح قبول نمیکرد بلکه از دیار شمشاد میرد و احتمال میره روز قیامتم با این طرز برداشت و تفکر و تعصبی که ما داریم اگر با رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو بشیم بگه که برای من شما بیزار است، شما از نمون متفرقین، از نمون متعصبین، از نمون انسانای نشنالیستی بودین که بعد از سر من به خاطر قوم و زبان و سمت و سویتان میلیون ها هموطنتان را آواره کردید، هزارها جوانتان به گور فرستادید، هزارها را معلول و معیوب ساختید و یک عمر در وطنتان ناهنجاری را ایجاد کردید. به خاطر چی؟ به خاطر که این بگه والله باشه که قومی ما بیای به حکومت، او میگه قومی ما بیای به حکومت، والله سهم ما بیشتر است، سهم او بیشتر است، قومی ما بیشتر است، قوم ما بیشتر است. و اگر پرسان بکنیم بله مسلمانم بهترین مسلمان خود را دارن، میگه در دنیا از ما کردن مسلمان تر دیگه کسی نیست. به خدا میاد دایی که ما افغانا داریم نداریم، میگه از ما افغان ها کرده مؤمنتر و مسلمانتر و شجاعتر در دنیا پیدا نمیشه. اما اصل حقیقتش اگر ببینید چی میکنیم ما در داخل وطن خود، به کدام مسیر روان هستیم، چی کردیم اصلا ما برای خود. امروز دیگران در
کنترل فضا با هم رقابت دارن، در تقسیم فضا با هم رقابت دارن، در مریخ با هم قدم میزنن. ولکن ما تو هنوز سری والله می تابلوگک نمیفهم به پشتو نوشته باشه یا به فارسی نوشته. همین مکتوبی که صادر میشه به پشتو نوشته یا فارسی نوشته باشه. ننگ است در چنین طرز تفکری از هر کسی که باشه. اگر از من تاجیک باشه، از توی پشتون باشه، از اوی هزاره باشه، ازبک باشه، از هر کسی که باشه. بله. شرم است به خدا با چنین برداشت و قرائتی که ما داریم از زندگی. و چی کردیم در همین وطن؟ یک وطنی که بلا نسبت یک نماد از بهشت خداوند در اختیار ما گذاشته. از هر دره و کوه و شله و بیابان از او آب جاری است. امروز جهان با بحران عدم کم آبی روبرو است. بله. وطنی که از هر کوه و فضایش ببینه گل میباره. تریلیون ها منابع طبیعی در بطن وطن دفن است. نه ذهنیت ما را کسی داره، نه شجاعت ما را کسی داره، نه به اصطلاح جرأت ما را کسی داره. ولکن ما چی میکنیم؟ در به در خاک به سر گشته روان هستیم. به شب و روز تلاش ما چیز. در شما در این صفحات مجازی ببینید، در این تیک تاک ها ببینید که چی میکنیم. هنوز هوشیار نشدیم. طرف رفته دعا کشور سفر کرده، جهان را دیده، مردم ها را دیده، کشورها را دیده. به جایزی که بیای سر اتحاد و وحدت هموطنانش کار بکنه، به جایزی که بیای بگه نمی تاجیک برادریم است، اما پشتون عزیزی دلیم است، اما هزاره بازویم است، عزیز و دلبند ما از عضو خانواده ایم است. ما از ظرفیت یکدیگر استفاده میکنیم برای آبادی وطن خود. خانه ما هست، ما در نمی خانه با هم مشترکاً زندگی میکنیم. در صفحات هم میبینی که یکی به پی تخریب یکی دیگر کمر بسته و بعد لاف و پوف ما رو ببین. ادعای ما رو ببین. اوه ما بودیم که سیب میگه چنین. والله اگر هیچ غلطی کرده باشیم، اگر از حقیقت تیر نشیم، یک کسی که در خانه خود برای خودش شوله پخته کرده نتوانه، تو رو به خدا برای دیگران قابل جور میکنه. نه. تا امروز دیگران در حال ساخت مهتاب مصنوعی هستند که برای فضایشان ایجاد بکنن. ما هنوز تا حالا در وطن خود، در پایتخت خود برق نداریم. مردم از بی‌برقی رنج میبرن. امروز در دنیا بحث تغییر جنسیت، هزارها انسان میره، مرد زن جور میشه، زن مرد جور میشه، تبدیل کلیه و قلب و نمیفهم به اصطلاح. یعنی طب ببینی به چی پیشرفت رسیده. ما هنوز مریضی ما در سر شانه ماست، از این مرز به اون مرز توهین میشیم، تحقیر میشیم، بوره کش کرده روان هستیم. چارو په پول گدایی میکنیم، بخاری پیدا میکنیم، اونم میبریم به جیب دیگران میندازیم به خاطر تداوی. یعنی در وطن یک شفاخانه وجود نداره به سطح معیاری. بارز تاسف. امروز دیگران به وسیله علم در فضا رسیدن و کنترل فضا دست پیدا کردن. ما هنوز مکتب و دانشگاه و پانتون معیاری نداریم در وطن. بله. بحث ما سر چی است؟ والا سه به نامش پانتون بگذاریم، بهتر است یا دانشگاه بگذاریم. برای تو اینان میده، ایمان افزون میکنه، تقوای اضافه میکنه، در این وطن امنیت میاره، آرامش میاره. چی میاره در این وطن؟ خدا لطیفی سه آدم گاه وقتی رنج میشه که ما به کدام مسیر روان هستیم؟ چی میکنیم آخه؟ امروزه که دنیا رو میبینیم، امروزه که رسانه ها هست، فضا هست، کشورها رو سفر میکنیم، مگر نمیبینیم؟ همسایه های ما قدرت اتمی دارن. ما هنوز یک ملتی هستیم، یک مشت مردم مصرفگری هستیم که آرد باید از یک کشور بیایه، گندم از دیگه کشور بیایه، برنج از دیگه کشور بیایه، برق از دیگه کشور بیایه، معاش معلم و دانشجوی ما از دیگه کشور بیایه، محصل ما در یک کشور دیگه باید درس بخونه، مریضی ما در یک مملکت دیگه تداوی بشه. ما چی میکنیم؟ یک مشت مصرفگری بی تولید بر روی بار دوش جامعه شب روز داد و فریاد ما به کل جهان که والله حالا که مردیم، حالا که از گرسنگی در بدر شدیم، در این وطن چیزی نیست. ما چی کار میکنیم؟ و بعد میشینیم که سیب ما بودیم که امپراتوری زدیم، اون زدیم سیب که زانو تاریخ 5000 سال. اما حقیقت رو ببین، تاریخ 5000 سال ما کاش به جای ما 5000 سال تاریخ 4 تا بند برق می داشتیم و داخل 4 تا شفاخانه می داشتیم، 4 تا مکتب می داشتیم. و بعد کسی هم که مرد رو میبریم بالاخره میلیون ها دلار به جای اینکه رو سر یک مکتب سرمایه گذاری کنیم، سر یک بند برق سرمایه گذاری کنیم، سر یک شفاخانه سرمایه گذاری کنیم، یک راه را بسازیم، کل ما اون میبریم به قبرستان مصرف میکنیم. بارز تاسف. این منطقه ما بناهن اتحاد و وحدت قوت، بزرگترین فایدهش قوت و دومین فایدهش چیست؟ پیشرفت است، دستاورد است. در جایی که وحدت باشه مردم دستاورد داره. ما چرا نداریم؟ چیزی نداریم در این وطن، در هیچ عرصه‌ای، نه در عرصه علم، نه در عرصه تکنولوژی، نه در عرصه اقتصاد، نه در عرصه سیاست. و این روز هم منزوی در یک گوشه افتاده هستیم، کل دنیا ما رو بد میبینه، به چشم حقارت میبینه. جوان ما در جای میره خجالت میکشه که بگه من از افغانستان هستم. چرا؟ روزگار ما رو میبینه و بدبختی ما رو میبینه. چیزی نداریم دستاورد.
جز از که میشینیم پف و لاف میزنیم و سر خود کلا میگذاریم خود فریب میدیم چیزی دیگه. استاد یک سوال است به نظر من همگی از خود یک بار پرسان میکنه وقتی یک قدر رنج میبینه که غم میبینه قدر دردار میبینه میگه چرا اینمی وضعیت است و با همی سخنان شما ما به نظر من که این جواب به سطح کشورهای زیاد جواب گفتیم که واقعا دلیل تمام بدبختی امتهای بزرگ به شمول کشور خود ما تفرقه و نفاق بود. چند دلیل درست عزیز. تفرقه بزرگترین عاملش است. بله. که تفرقه از کجا میاد؟ از تعصب میاد. و ما این روز می لحظه که ما تو با هم صحبت میکنیم بله. من حیث دو تا از اتباع این مملکت شما وضعیت رو ببینید در رسانه و صفحات مجازی چی گپ است؟ کش سرش چی است؟ او تابلو تغییر کنه به این زبان نوشته شه، این تابلو تغییر کنه به اون زبان نوشته شه، نمیفهم به سر در تذکره و در پاسپورت چی نوشته بشه، نمیفهم مکتوب به کدام چه زبان صادر بشه. قوم ما بهتر است و قوم تو بهتر است. ما اکثریت هستیم، شما اقلیت هستیم. حق حکومت از ما است و نه است تو مهاجر هستی و ما صاحبخانه هستم و من مهاجر هستم و تو. خب فکر چیزی است که ما امروز سر از بس داریم. ما چند دلیل داره عقب ماندگی ما. یکی تفرق و پراکندگی ماست، دوم مداخلات دیگران است که ما در نمی قدر وقت نتونستیم حداقل دست مداخله گران از وطن خود کوتاه بکنیم. و سوم خود فروختگی یک عده که از داخل وطن به منافع دیگر کار میکنن. چیزی است که حقیقت هایی است که نمیشه آدم از چشم پوشی کرد. و مقصر دیگر یا عامل چهارم است که به اصطلاح خود ما وقت خود از ضایع میکنیم، درس نمیخوانیم، کار نمیکنیم، تلاش نمیکنیم و توقع داریم که بعد همه چیز بعد مهیا آماده شده بیاید در اختیار ما قرار بگیره. از آسمان پیسه بباره. ده ها عامل وجود داره. درست. کل دنیا را آباد کردیم، بالاخره امروز بهترین طبیبا در کشورهای مختلف مریضای دیگر را تداوی میکنه. وقتی ببینی سکونی از کجاست؟ از افغانستان است. بله. بهترین انجینیر ما در جای دیگه کار میکنه، بهترین دکتر ما در بیرون از کشور کار میکنه، بهترین سرمایه گذار ما در کشور دیگه سرمایه گذاری میکنه، بهترین استعدادهای ما ضایع شده در دیگه جاروان است. خود ما عاملی هم بدبخت است. استاد با اجازه تان یک وقفه کوتاهی خواهیم گرفت. بفرمایید. عزیزان گرامی بعد از یک وقفه خیلی کوتاه با ما باشین، هنوز بحث ادامه داره، با شما خواهیم بود. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم با سلام مجدد عزیزان گرامی، حج نماد وحدت است. در این باره و در این پیرامون بحثی داریم با جناب استاد عبدالصمد قاضی‌زاده. استاد یک بار دیگه خوش آمدین و درباره اهمیت و جایگاه وحدت حرف زدیم و فایده هایش. استاد بیاین بحث در یک جای ببریم که جزای کسی که تفرقه میپرده. در یک کشور اتحاد است، وحدت است، یک کسی شروع میکنه با تفرقه انداختن. مثال فرعون چی جزایی داره استاد هیچ شخص؟ تشکر. خب مثال بسیار زیبایی دادیم. مثال فرعون، کسایی که تفرقه می اندازن کارشان کار تفرقه پراکنی است. خب کار فرعون میکنن دیگه. قرآن کسی دیگه کار فرعون رو انجام بده بله، بدون شک در انمو ردیف قرار میگیره. از نظر قرآن برای کسایی که برای تفرق یا چند دستگی ساختن امت اسلامی تلاش میکنن جزای بسیار سنگینی وارد شده، ولو که نمی فرد مسلمان هم باشه، حاجی صاحب هم باشه، حج هم رفته باشه، نماز هم بخونه. بله. یا کسی که دنبال نمی کارها میگرده جزای بسیار سنگینی داره. الله سبحانه و تعالی میفرماد ولا تکونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. شما نباشید از جمله او کسایی که بعد از اینکه آیاتی واضح و روشن الهی برایشان آمد بازم اونها دنبال اختلاف و تفرق و چند دسته گرفت. درست. یعنی بعد از اینکه قرآن آمد شما رو مسلمان نام گذاشت،
بعد قرآن آمد شما گفت برادر هم دیگر هستید، انما المؤمنون اخوه، و در کنار از شما هموطن هستید و یک هدف دارید. او هدفتان چیست؟ مثلا آزادی، آبادی بله و خودکفایی و استقلال وطنتان است. وقتی که شما همین معیار به شما معرفی شد، پیام الهی به شما آمد، بعد از این دیگه شما حق ندارید که به دنبال قوم و نژاد و سمت و سو و زبان و جغرافیا خودتان تقسیم کنید. درست است که امروز به خاطر کنترل اوضاع جهان و شرایط و وضعیت دنیا همین ایجاب میکنه که به اصطلاح کشورهای وجود داشته باشه و مرزهای وجود داشته باشه. بله این به خاطر بهتر زیستن است، به خاطر بهتر کنترل کردن است. اما در مجموع همه مسلمان ها یک هدف دارید. بله او پیروزی مسلمان هاست، او رساندن پیام الهی برای جهانیان است، او از شر ظالمان در امان ماندن است، او تامین عدالت اجتماعی در جامعه و در بین مسلمان ها است. بنابراین بعد از اینکه پیام الهی برای شما آمد، کسی که دنبال تفرق، دنبال چندستگی، دنبال اختلافات، حالا به هر سطحی که باشه، بله گاه وقتی این اختلافات و تفرق از ناحیه قوم وارد میشه، گاه وقت از ناحیه زبان وارد میشه، گاه وقت از ناحیه مذهب وارد میشه، چنان متعصب مذهبی است که خدا و پیامبر و قرآن همه پشت سر میگذاره به خاطر شیخ خود، به خاطر عالم خود، به خاطر مذهب خود. درست. ما داریم متاسفانه از افراد، یکی دیگر تکفیر کرده روان است، یکی به فرق یکی دیگر کوبیده روان است، یکی دیگر رد کرده روان است در سطوح مختلف. کاش تنها بس مثلا یک مسئله زبان می بود. بله از طریق زبان تلاش میکنن تفرق ایجاد کنن، از طریق قوم تلاش میکنن تفرق ایجاد کنن، از طریق سمت و سو تلاش میکنن تفرق ایجاد کنن، از طریق مذهب تلاش میکنن تفرق ایجاد کنن، بله از طریق مثلا افکار مختلف، یکی دیگر تکفیر کرده و خونش ما با آدم گفته روان است و بالاخره تفرق ایجاد میکنن. در حالی که الله سبحانه و تعالی میگه برای این همین جرم عذاب بسیار عظیم انتخاب کرده رب العالمین، ولهم عذاب عظیم، برای اینها یک عذاب بسیار خطرناک است. و رسول صلی الله علیه وسلم از چنین افرادی اعلان براءت کرده. چرا پیامبر میگه من دعا علی عصبیه فلیس من، من مات علی عصبیه فلیس، من غشنا فلیس من، من دعا علی عصبیه فلیس. کسی که بر عصبیت و قوم پرستی و نشنرستی دعوت میکنه، بله کسی که بر چنین طرز تفکری میمیره، کسی که با چنین فکر مبارزه میکنه، 10 سال 20 سال هزارها جوانه به کشته میده، باش که میگه سی قومی ما به سر حکومت بیاید، همین قدرت ما بگیرم سی. کسی که با چنین طرز دید و تفکری تلاش میکنه، کسی که خیانت میکنه، پیغمبر میگه از ما نیست. من از این افراد بیزار است. خب چی جزایی بالاتر از این باشه؟ بله و چرا پیغمبر این پیام بسیار هشدار دهنده را برای این انسان ها فرستاده؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها سبب میشه انسان ها متفرق بشن، انسان ها از هم بپاشن، شیرازه وحدت اینها متلاشی بشه. خب همین اعمال است دیگه. و امروز شما در بسیار از جاها میبینید همین قضیه است. بله دقیق. عرب خود را بر عجم بهتر میدانه، عجم خود را بر عرب بهتر میدانه، مثلا پشتون خود از تاجیک بهتر میدانه، تاجیک خود از پشتون بهتر میدانه، هزاره خود از ازبک بهتر میدانه، ازبک خود را از شیعه و هزاره بهتر میدانه، یا مثلا شیعه خود را از سنی بهتر میدانه، سنی خود را از شیعه بهتر میدانه. با شیوه های مختلف تقسیم بندی شدیم، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم در یک پیام بسیار واضح، جامع، روشن، شفاف بیان میکنه هیچ عربی بر عجم فضیلت و برتری ندارد و هیچ عجمی بر عرب فضیلت و برتری ندارد، هیچ سیاهی بر سفید و هیچ سفیدی بر سیاه، الا بتقوی الله. بله تقوی و پرهیزگاری. بنابراین متاسفانه یکی از مرضهای مهلک و از پالیسی ها و طرحهایی که سبب تباهی امت اسلامی و سبب بربادی بسیار از مسلمان ها شده، همون طرح فرعونی بله و همون تلاش است. امروز با چهره دیگری، با نقاب دیگری، با افراد دیگری پشت هم صحنه کار کرده روان هستند پیش. بله این قانون است. انسان های ضعیف همیشه پایمال است، انسان های محتاج همیشه پایمال است. از انسان های ضعیف برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند. از یک آدم قوی کسی نمیتونه استفاده بکنه. درست. به همون لحاظ کوشش میکنن که جوامع مسلمان ها و کشورهای اسلامی رو باید ضعیف نگاه داشته باشند. بله و شما نمونه بارزش امروز ببینید در دنیای اسلام، یک کشور اسلامی اگر بخواد قدرت هسته‌ای داشته باشه، یک کشور اسلامی بخواد یک نیروی نظامی قوی داشته باشه، بله یک کشور اسلامی بخواد او بی 52 داشته باشه، یک کشور اسلامی بخواد مثلا F16 داشته باشه، یک کشور اسلامی بخواد مثلا موشک‌های قاره‌پیما داشته باشه، یک کشور اسلامی بخواد بتونه بر
مثلا سیاره‌های مختلف یا به اصطلاح فضا دسترسی پیدا بکنه، از کل دنیا سر و زو تهاجم صورت میگیره با شیوه‌های مختلف. تحریم میشه، محکوم میشه، القاب ازش به او داده میشه، منزوی میشه. چرا؟ توی حق نداره میگه. و یک سلسله قوانینی هم که ساختن به خاطر منافع خود ساختن. بله. حالا تحت هر عنوانی که باشه. درست. تو طبق قوانین جهانی حق نداری. خب توی حق از کجا پیدا کردی؟ تو میخوای قوی باشی، ضعیف باش. و شما میبینید کشورهای ضعیف چقدر استفاده میشه. از انسان ضعیف همیشه استفاده میشه. یک کسی که فقیر است، محتاج است، او رو به هر قسمی بخوای میتونه استفاده بکنه. بله. متاسف. با هر شیوه استفاده میکنه. به همون لحاظ است که امروز نمیگذارن که کشورهای اسلامی قوی بشه، نمیگذارن سر پا استاد بشه. و ما مسلمان ها هم متاسفانه به جای این که بیاییم در برابر دشمن اصلی و اساسی ما یک صف واحد بشیم، مبارزه کنیم، بدتر متفرق می‌شیم. ما به جان همدیگر افتاده ایم. عجیب ای هست، به جان همدیگر افتاده ایم. شب و روز تلاش ما، مبارزه ما، انرژی ما، داشته های ما بر علیه یکدیگر ما استفاده میشه. با گروه های مختلف ما را تقسیم بندی کردن. این سلفی است و او وهابی است و این حنفی است و او صوفی است و این تبلیغی است و این نمیفهم عرب است و این عجم است و این شیعه است و این سنی است و این نمیفهم فلان، این افراطگرا است و او معتدل است و این دیوبندی است و او نمیفهم ازهری است. این فلان. ببین ما چی میکنیم؟ یکی بر علیه دیگری به فرق هم دیگر زده روان است. به جای اینکه بیایم با هم کنار هم دیگر قرار بگیریم، اگر کوتاهی و عیبی داریم او را بپوشانیم. و بدون شک انسان از عیب و نقص خالی نیست. بله. انسان. ظرفیت هایی که داریم، جوانانی که داریم، نیرویی که داریم، این به جهت مثبت سوق بدیم، به خاطر منافعمون این سوق بدیم، استفاده بکنیم. میبینی که متاسفانه با کدام مسیر دیگر روان است. بنابراین جزای کسانی که برای تفرق امت اسلامی کار میکنن، تحت هر لباسی باشه، ولو نامش شیخ باشه، نامش عالم باشه، نامش بالاخره هر چی که باشه، سیاستمدار باشه، تاجر باشه، بزرگ قوم باشه، ارباب باشه، رئیس باشه، هر کسی که باشه، اولو کار فرعون انجام میده. بله. وظیفش وظیفه شیطانی و فرعونی است. با ثبوت. بله، با ثبوت قرآن. بله. شیطان هم از خوشحال میشه. ما در روایتی داریم که شیطان آنقدری که از تفرق شدن انسان ها خوشحال میشه، از هیچ چیزی خوشحال نمیشه. مثلا وقتی که بین یک زن و شوهر تفرقه ایجاد میشه، طلاق میکنن، از هم دیگر جدا میشن، نظام خانواده در هم و بر هم میشه، قانون گرم خانواده تبدیل به یک جهنم میشه، کل فرزندان بی سرنوشت و متلاشی میشن، آنقدر شیطان خوش میشه که برای ما کسی که مو نیرویش کمی کار انجام داده برای جایزه میده، تاج بر سرش میگذاره. و این وظیفه شیطان است، وظیفه فرعونی هست. هر کسی که به هر لباسی. متاسفانه امروز جوانان ما را طوری ذهنیت دادن که به جای اینکه بیا از داشته‌هایش استفاده بکنه، از فکرش استفاده بکنه، طرحی داشته باشه، یک گوشه‌ای از این وطن زخم دیده را مرهم باشه، از این وطن رنج دیده را یک گوشه‌ایش آباد بکنه، اونا شب و روز به جان هم دیگر افتاده با فحاشی، دشنام، توهین، تحقیر، هزارها چتیات. شما در این سفر ببینید چی میکنن اینا؟ انرژیشان، وقتشان به چی مصرف میشه؟ تواناییشان به چی مصرف میشه؟ و از دو طرف ببینید اون غیر مسلمانه که ما تو برش میگیم که این جهنمی است، این کافر است، این مشرک است، او در کدام سطح قرار داره؟ او در کدام سطح قرار داره؟ او چقدر تلاش میکنه؟ از وقتش استفاده میکنه، مطالعه میکنه، از تمام قوت و نیرویی که داره برای وطنش، برای هموطنش استفاده میکنه. مو خودش. استاد، یک موضوع کلانه که ما زیادتر سرش فوکس و توجه نمیکنیم، دلیل خواندن مضمون به نام تاریخ است. بله، انسان وقتی که تاریخ میخونه ریسک درس های در تاریخ است. خصوصا اگر که ببینیم جنگ های جهانی اول و دوم که اروپا و قسمت از آسیا چی گونه بر جان همدیگر و به خون یکی دیگر تشنه بودن و میلیون ها اروپایی کشته شد در جنگ ها در بین خودشان. اما وقتی که اتحاد کردن، حال بدون از اینکه نیاز بر ویزا و یا پاسپورت باشه در بین یکی دیگر رفت آمد میکنه و اما تعصب و اما نفاق که بینشان بود حتی از ذهنیت های خود کشیدن. و اما متاسفانه بالعکس در جوامع ما به خاطر رفتن بر یک کشور اسلامی دیگر چه ها زحمت، چه بسا کسا در را کشته میشه فقط به خاطر از اینکه
یک کشور اسلامی دیگه. دقیقاً مشکل ما است که ما درس نمیگیریم، از تاریخ درس نمیگیریم، اشتباهات خود جبران نمیکنیم، اصلاح نمیکنیم. با جایزی که بگه اشتباهی که داریم او رو اصلاح بکنیم، دیگه هم کوشش میکنیم او رو توجیه بکنیم. به جای اصلاح اشتباهاتمون، به جای پند گرفتن، ما توجیه میکنیم اشتباهات خود. این بسیار خطرناک است. شما در دنیای دیگه ببینید مثلا در هر سال چند سال یک کتابی در اون جامعه منتشر میشه به نام اشتباهات گذشته که باید دوباره تکرار نشه. چی در راسته اقتصاد باشه اشتباه، چی در راسته سیاست باشه، چی در راسته به اصطلاح هر بخشی که باشه، علوم باشه. ولیکن در جامعه ما متاسفانه غیر از که به اصطلاح دیگه هم اشتباهات خود را توجیه میکنیم، به دیگه هم به اون مسیر غلط خود روان هستیم، کسی حاضر نمیشه بپذیریم. در حالی که ما بارها گفتیم که هموطنان عزیز همه قابل حرمت و احترام هستند. همه کسایی که در این خاک زندگی میکنن، در این سرزمین زندگی میکنن، عزیز ما هستند، برادر ما هستند، از هر قومی که باشن، نور چشم ما هستند. این خانه ما هست. در یک خانواده‌ای که برادر و خواهر و پدر و مادر زندگی میکنن، با قد و قامت فیزیکی مختلف، با عقل مختلف، درک مختلف، فهم مختلف، چهره‌های مختلف، زبان مختلف، ما چرا نمیتونیم به اصطلاح همین وحدت رو داشته باشیم در داخل وطن خود؟ درست. بیاییم سعی کنیم که خداوند لیاقت به استعدادهایی که برای هر کدام داده امور به خرج بدیم. به جای اینکه که بگی بیاندیشیم که چه کسی از عهده همین کار برمیاد، چه کسی این لیاقت و ظرفیت رو داره، از او حمایت بکنیم. اینیست یک هموطن ما، اینیست یک فرزند خاک، او رو سرش میبریم، تخریبش میکنیم، او رو حذفش میکنیم، از بین میبریم. بنابراین بسیار که گناه عظیم، به جرم عظیم و یک مرض خطرناک است. و تا زمانی که ما به این باور نرسیم که ما برادر همدیگر هستیم، مسلمان هستیم، هموطن همدیگر هستیم، فرزندان یک خانواده هستیم، در یک سرزمین زاده شدیم و بزرگ شدیم، و همه ما در این سرزمین مسئولیت و مأموریت داریم برای حفاظت این سرزمین، برای آبادی این سرزمین، برای خوشنود ساختن افراد مستضعفی که در این خاک و در این سرزمین زندگی میکنن. تا وقتی که به باور نرسیم مشکل است. مجبور نمیتون در دنیا بی سرنوشت و سرگردان باشیم. استاد بریم دوباره طرف حج بریم. در تاخ زیاد است استاد. اول از کدامش بنالی؟ استاد در حج چی شعائر، چه اعمال وجود داره که نشانگر و یا بیانگر اتحاد است و یا با انجام دادن و اوامر اتحاد زیادتر میشه؟ تمام شعار حج در محور وحدت میچره. درست. از 0 تا 100ش هیچ شاعر در حج وجود نداره که در رضوع علیه بالله مثلا بوی تفرقه در رضوع بیاره، بلکه همه در محور وحدت است. شما وقتی که میبینید 4 میلیون انسانی که در اینجا جمع میشه، کل اینها به اصطلاح در طوافشان یکیست. بله. شعاری که میدن یکیست، کلماتی که تکرار میکنن، دعایی که میخوانن، مکانهایی که میروند به خاطر ادای اماکن مناسک حجشان. بله. اگر به اصطلاح صفا و مروه باشه، اگر طواف باشه، اگر منا و مزدلفه باشه، اگر به اصطلاح عرفات باشه، همه در یک زمان واحد، در یک مکان واحد افعال و اعمالشان انجام میدن با یک شیوه خاص. درست. متحدانه. هیچ چیزی در روزو نمیبینی مگر جز وحدت. همه وحدت است، اتحاد است. با یک لباس، با یک شعار، با یک اعمال، با یک به اصطلاح اماکن، با یک زمان، افعال و اعمالشان همه یکیست. پس یک مکتب است. بله، بدون شک حج نماد وحدت است. اگر به معنای واقعی ما به این درک و به این فهم برسیم. بله. شما فکر کنید به جمعیتی با این حجم بزرگ که بی بدیل است اصلا در کره زمین. بله. و با این سطح پایین از جرایم هیچ جرمی اتفاق نمیفته. کسی ادعا نمیکنه مالم دزدی شد، کسی ادعا نمیکنه در حق ظلم شد، کسی ادعا نمیکنه برایم بی‌آبرویی و بی‌عزتی شد، کسی ادعا نمیکنه گرسنه ماندم، کسی ادعا نمیکنه که به اصطلاح بی‌عدالتی صورت گرفت. بله. بلکه همه با هم برادروار، با زبان مختلف، رنگ‌های مختلف، نژاد مختلف، فرهنگ مختلف، برداشت مختلف، با هم اعمالشان انجام میدن. برادر همدیگر دوست هم دارن، به خاطر همدیگر فداکاری هم میکنن، یک هدف، و همه برای همدیگر حرمت هم میگذارن. یکی تلاش میکنه برای یکی دیگه نفع برسانه، خدمتی انجام بده. چه چیزی بالاتر از این باشه نماد وحدت؟ یقینا بدون شک حج نماد وحدت است. الله سبحانه و تعالی به هم توفیق عمل نده.
استاد یک سوال دارم از بخش وحدت و همبستگی که شاید سوال خردی باشه اما نیاز است که توضیحات داشته باشیم از شما. استاد خود وحدت به چند نوع است؟ ببینید اگر در مجموع تقسیم بندی بکنید به دو، یکی وحدت است که بین خود مسلمان هاست. بله. هر جا مسلمان است برادرم است، عزیزم است. درست. در شرق دنیا، در غرب دنیا، سیاه، سفید، فقیر، تاجر، حاکم هر جا که باشه. و ما در برابر او مأمور و مسئولیم که باید او را من حیث برادر خود به اصطلاح بدانیم، در کنارش ایستاد باشیم. درست. با خوشحالیش خوشحال باشیم، با غمش غم داشته باشیم. درست. و یکی دوم نوعی وحدت است که کل انسان ها باید در کنار هم دیگر در مجموع قرار داشته باشیم. همه فرزندان آدم هستیم و آدم از خاک بودیم و همه زایده شده از یک نفس واحد هستیم و همه انسان هستیم. به همون لحاظ گاه وقتی بعضی اتفاقاتی که در دنیای انسانی نه اسلامی رخ میده، میبینی که کشورهای اسلامی به غیر اسلامی همه خود را مسئول احساس میکنن در برابر این. مثلا اگر یک حادثه طبیعی، زلزله میاد، سیلاب میاد، یک مشکلی پیش میاد برای کشورهای مختلف و هر کسی تلاش میکنه به قدر توانش به اصطلاح همکاری صورت بگیره. در اینجا بحث انسانی مطرح است، نه بحثی به اصطلاح ایمان و اسلام. بلکه ایمانی هم که ما داریم، اسلامی هم که ما از پیروی میکنیم، ما را مأمور و مسئول میسازه که باید در برابرشان با حسن رفتار، با عدالت، با بر و نیکوکاری انجام بدیم. اگر از این مفهوم بگیریم وحدت بدون است. اما اگر به معنای دیگر بگیریم، بسیار از کوچک شروع میشه تا بزرگ شده. وحدت در دانشگاه و پانتون، وحدت در یک کشور اسلامی، وحدت در سطح قومیت، وحدت در سطح اقربا و دوستان، وحدت در سطح فامیل، وحدت در سطح حکومت ها و سیاست ها. هر نوعیشی که بگیریم ما به اصطلاح مأمور و مسئول هستیم که انجام بدیم و در برابر هم باید عمل بکنیم. شما در یک فامیل زندگی میکنین، کوشش کنید که وحدت فامیلتان حفظ بشه. بله. شما در یک پانتون درس میخونید، کوشش کنید که وحدت شاگرد در سطح صنف حفظ بشه. شما در یک شفاخانه کار میکنید، کوشش کنید که وحدت در سطح کارمندا حفظ بشه. شما در یک وزارتخانه کار میکنید، در یک جامعه زندگی میکنید، کوشش کنید که باید وحدت در سطح بشه. درست. خیلی تشکر استاد. خیلی بحث خوب و بحث شیرینی بود. امیدوارم در برنامه‌های دیگر با شما باشیم. استاد کوتاه پیام برای بینندگان ما اگر داشته باشیم. پیام برای هم عزیزان ما است، بخصوص برای هموطنان ما که بیاییم با هم برادرگونه، متحدانه، صمیمانه، دوستانه با هم، همونطوری که در یک سرزمین زندگی میکنیم، در اینجا زاده شدیم، بزرگ شدیم، در هر جای دنیا که قرار داریم با هم وحدت خود حفظ، برادری خود حفظ، اخوت خود حفظ بکنیم. تا زمانی که در کنار هم دیگر قرار نگیریم، به درد و غم و رنج یکدیگر نرسیم، هیچ کسی برای ما دل نمیسوزه جز خود ما که به درد هم باید بخوریم. خیلی تشکر استاد. خوش آمدین. تشکر، لطف کرد. عزیزان گرامی، درست است که از جایهای مختلف هستیم و از زبانهای مختلف حرف میزنیم، اما دو وجه مشترک داریم: انسانیت و اسلامیت. پس جای برای تعصب، جای برای تفرقه نمیمونه. این بود یکی از قسمت‌های دیگر برنامه رکن پنجم. تا دیدار بعد برنامه دیگر. الله بدرود. الحمد والنعمة لك والملك لا